بلند بزنید آقای حسینی بری صحنه تشریف بیارن با همین آهنگ دست‌های پر انرژی محکم و صدا. پاشو بیا شما به نوازنده مو قشنگتون هم بگو پاشو بیا. مرتضی جان خوش اومدی، عیدت مبارک. من دوستت دارم قلبم، جدی میگم به خدا. آروم آروم تو گوشم بگو که میمونی، هر شب هر روز هر لحظه به یادم میمونی، ذره ذره از عشقت من دارم میمیرم، من تو فکرم چجوری دستاتو بگیرم، حالا دستا تو دستام نگاهم تو نگام، این چه حسیه چه حالیه چرا من رو هوام، حالا دستام تو دستام نگاهم تو نگام، این چه سالی آخه چرا من رو هوام. بایستا اولا دست من نگی، من ازدواج کردم، یک من وفادار. حسن زشته، حسن خطرناکه، گوش میده دیگه. خانم و آقایان، این عزیزی که اینجا میبینید الان بگم لذت میبرید، ایشون شغل شریفش معلمیه، یه دست برای معلمای گل بزنید. کار معلما از این جداست. ایشون هم شغلش قاچاقچیه. یه مدت هم تروریست بود. با همین آیه بیابانی عید همتون مبارک، شب خوش، خدا نگهدار. کجا شب خوش؟ کجا میری؟ نه کجا میزن؟ وایسه این همه از دوستای من گفتی، دوستای من له کردی، صمیمی‌ترین دوستم حسن ریوندی، یه دست قشنگ براش بزن. من 70 تا زبان دنیا بلدم، آدم سوادم رو به رخ بکشم، شما داره میری یه اسپانیایی کوتاه بخون، جیپسی کینگ بخون، من برای شما معنی میکنم. من نگاه کن، ساعت میدونی چیه؟ بله. یه روز یک نفر تو خیابان از مرتضی پرسید ساعت چند دیرش شده بود. مرتضی ساعت بلد نبود، گفت دیرت شده، بدو. معنی واقعی شعر جیپسی کینگ یه خط میخونم دستا با همین ریز. آما میو من به تو نگاه میکنم، بقیهش رو تو شعر میگم. البته بیشتر به زبان افغانی مسلطه. من به تو نگاه میکنم و تو بی تفاوت از کنار من میگذری و من روزی از این درد خواهم مرد. مرض. یه دست خوشگل به افتخار دیجی حسن ریوندی بزنید. مرسی حسن جون، مرسی. الهی بمیرم خانواده دست این چی میکشه. به جان خودم ما 11 تا برادر بودیم، اون زمان شیر به ما کم میرسید، ما گازوئیل میزدیم. حالا این حسن با این قیافش به خدا اینجوریه. شما برو مدرسهش ببین دانش آموزا چی هن. کوچکترین شاگردی که از مدرسه راهنمایی اینا اومده بیرون ساسی مانکنه. بریم، وقتمون خیلی تنگه. تا گروه بعدی